یک پل هوایی مترو ساخته میشه، خبر داری نداری؟ پل هوایی پیش جویشیر میگن این قسمت تیار میشه، کار جریان داره، پیشرفت کار زیاد است، در سرکسازی دیگه پا دیگه انشاءالله با توکل خدا میشه کار پیش میره. پل ساخته میشه، یعنی رو برای ولایت پل ساخته میشه، پشت مارکت سرک وصل میکنم با قویمه با جویشیر، سرک جویشیر. اینجا به خاطر بیروبار که در این سرک است پل هوایی را میسازن، چون اینجا سرک تنگ است.